به دومین ویدیو از چنل کاربراتور خوش اومده. امروز طبق کاوری که طراحی شده و مشاهده کردید میخوایم هدلایت یه کار دیگه هم میخوام اسپویل نمیکنم. نور ماشین، نور جلوش به شدت ضعیفه. هدلایت رو گرفتیم، آماده است. نمیخوام بگم چه مدلیه، چه حالتایی داره. همین دیگه بریم بگیم. خب بریم یه وسیله میخوام. این کار دوم میخوام انجام چند تا وسیله و ببینیم. نمیخوام اسپویل کنم و بریم به مرحله خرید یه سری لوازم مربوط به اون رو ببینیم که آره دیگه بریم که داشته باشیم. بریم. Let's go. جی ساعت چنده؟ ساعت الان ساعت 8:30. ببین ما کلا شب کار میکنیم. Susmaz gönlümün yarası. لوازمی که لازم داریم عبارتند از یه دونه عینا، باتریه، یه چی سیم. چقدر سیم؟ تقریبا 2 متر 2.5 متر. سیم دیگه خیلی زیاده یزید. امیر امیران من دیگه داخل فیلم برداری نمی کنم. زیشته بریم. رفتیم تو، گفتش چی گفت؟ در گوش من گفت چی گفت؟ گفت نداریم. همون سیما و ما باتریشو گرفتیم. این همون قبلی است ولی خب ساعت چنده؟ ما چرا شب باید داریم دنبال سیم و باتری؟ این 20 تومن، باتری 35 تومن، 55 تومن. آره 55. تمام شده رفت. درست حساب کردی؟ چرا امروز اینجوری شدم؟ همش تو حساب کتاب قاطی میکنم. بریم بستشون کنیم. روز بعد این شما، این هدلایت. امیر حسین کو؟ امیر، این هم امیر. بیا اینجا. باتری این نمیدونم. فازمتر دیگه. یعنی 9 متر. اه 2000 years later. اسم چیه؟ آشمی بیجو. بله خوبه. اینو من میخوام باز کنم. آب باکسی وایسا این یه دستی خب اینجوری باید بازش کرد. نکن. نکن وایسا اصلا. تک دستی یه اینجا. خب اینو بده من بکشم. خب این اول باید پایش جا بره. این مثل چراغ هستیش نیست. این باید اینجوری به این صورت این وری اینجوری جا بره تو. بعد هدلایت روش سوار بشه. بریم ببینیم از هدلایت. این از لامپ. زدی؟ آره این از لامپ. این از امیر. این از چراغ. این چیه؟ چراغه. اینا چراغه. اتم باشه. دید کوانتوم باشه. یه چی فهمیدیم. این سیمه که نه، اون یکی بسازه پیداش کنم. اینا این که قرار بود بهش بس کنیم مال یه چیزی دیگه است. اصلا معلوم نیست مال چیه. ما که نفهمیدیم. پس میایم از خود پایه ها میکنیم.
چراغ سوم باشه. چه قیافت پشت شیشه خیلی بال شده. ناموسن سند جور کنید. یا پدال کو؟ پدال گم کردم اینا. ترمز باشه. زنده ای؟ دشواری نداره اینجا، خیلی هم عالی. مرسی از اینکه ویدیو ما رو تماشا کردید. مرسی دیگه. ایده بدید سابسکرایب کنید، لایک کنید، چیه؟ حتما چنل رو ساب کنید، زنگ رو فعال کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، ایده بدید. همین دیگه چی بگم. مرسی از این ویدیو نگاه کردید. فعلا خدا